اگر میخوای بدونی که حین تلفن زدن از چه اصطلاحات و جملاتی میشه استفاده کرد یا چجوری سوال کرد، این ویدیو دقیقاً برای تو ساخته شده. تو این درس همچنین یاد میگیری که بگی به چه خاطر زنگ زدی یا که چیزی رو متوجه نشدی. سلام، با یکی دیگه از ویدیوهای آلمانی با سارا در خدمتتون هستم. در این ویدیو شما یاد خواهید گرفت که چجوری یک مکالمه تلفنی انجام بدید و شما میتونید ویدیوهای شبیه این رو با عنوان مکالمه در پلیلیست مکالمه پیدا کنید. خب میریم سراغ اسلاید اول. Ein Telefongespräch führen. Ein Telefongespräch führen. یک مکالمه تلفنی انجام دادن یا همون تلفن زدن. Das Gespräch به معنی مکالمه و مصاحبت هستش. Führen به معنی هدایت کردن. میتونید همینطور معنی کنید که بگید هدایت کردن یک مکالمه تلفنی. Sich vorstellen und begrüßen. sich اینجا به معنی خود هستش. معرفی کردن خود و سلام کردن. به دو نحوه مختلف میتونید این کار رو انجام بدید. در مثال اول داریم Ja, guten Tag, mein Name ist. وقتی طرف مخاطبتون میگه هلو، شما میگید بله، روز بخیر یا شب بخیر، فرقی نمیکنه. Mein Name ist. اسم من هست. بعدش اسم و فامیلتون رو میگین. اینجا یک مثال زدم. Guten Tag, mein Name ist Jana Schneider. نحوه دومی که شما میتونید سلام کنید و خودتون رو معرفی کنید اینطوریه. Hallo, hier spricht. Hallo, hier spricht به معنی سلام، اینجا صحبت میکنه. بعدش هم که اسم و فامیلتون میاد. دوباره یک مثال زدم. Hallo, hier spricht Jana Schneider. به این دو روش مختلف شما هم سلام میکنید و هم خودتون رو معرفی میکنید. sich verbinden lassen. خود را وصل کردن. حالا این رو در چه مواقعی استفاده میکنیم؟ در مواقعی که شما با یکی دیگه کار دارین ولی یک نفر دیگه میاد و تلفن رو برمیداره و حالا شما میخواین بگین که میتونم با آقا یا خانم فلانی حرف بزنم یا میتونید من رو به اون وصل کنید؟ خب سوال اول könnten Sie mich bitte mit Herrn oder Frau ... verbinden. فعل können به معنی توانستن هستش. میتونید شما من رو به آقا یا خانم فلانی وصل کنید، ولی اینجا میبینید که شما کنتن استفاده کردیم. به این خاطر که کنتن از فعل کنن مؤدبانه تره. پس ما اینجا به همین خاطر از کنتنزی استفاده کردیم. اینجا یک مثال زدم. Könnten Sie bitte mich mit Herrn Schneider verbinden? میتونید شما bitte لطفاً mich من رو mit Herrn Schneider به آقای شنایدر verbinden وصل کنید. اینجا فقط حواستون باشه که بعد از میت اسم ما به صورت داتیو میاد. میت هرن یا میت فراو جای خالی. مثال دوم. Ich würde gerne mit ... sprechen. من تمایل دارم با فلانی صحبت کنم. همینطور که میدونید ich würde gerne رو برای مواقعی استفاده میکنید که میخواید مؤدبانه چیزی رو تقاضا کنید. حالا مثال زدم. Ich würde gerne mit Herrn Schneider sprechen.
مثال سوم شاید زیاد استفاده نشه ولی خب خوبه که یاد داشته باشید. این مثال رو در مواقعی شما لازم دارید مثل جاب سنتر یا آوسلندر بهورده که اونجا کارمنده مختلفی کار میکنن و هر کدوم شماره تلفن کدهای آخرش با هم فرق میکنه و شما به یکی زنگ میزنید آخرش 123 هستش، به اون میگید که من کد آخری همکار دیگه‌تون رو میخوام که مثلا آخرش 124 هستش. اینجا شما میتونید این سوال رو بپرسید و کد رو بگیرید. یا بهتره بگیم که رقم آخر شماره تلفنش رو. Könnten Sie bitte mir vielleicht die Durchwahl geben? Könnten Sie bitte mir vielleicht die Durchwahl geben? Könnten Sie رو معنی کردیم میتونید شما به شکل مؤدبانه bitte لطفاً mir به من vielleicht شاید die Durchwahl همون رقم آخر شماره تلفن geben بدید das Gespräch einleiten das Gespräch به معنی مکالمه و مصاحبت هستش. einleiten به معنی افتتاح کردن یا آغاز کردن مکالمه. Ich rufe an wegen این به این معنیه من زنگ میزنم به خاطر این آن به خاطر وگن نیامده، این فعل anrufen هستش، فعل زنگ زدن هستش. Ich rufe an wegen من زنگ میزنم به خاطر حالا هر چیزی ممکنه بعدش بیاد. اینجا یک مثال زدم Ich rufe wegen ihrer Anzeige an فعل anrufen هستش و همینطور که میبینید پیشوندش همون آن رفته آخر جمله. وگن رو که معنیش رو گفتیم وگن به خاطر، ولی بعدش توجه کنید که گنیتیو میاد. گنیتیو دی آنزایگه گنیتیوش میشه در آنزایگه آگهی یا اعلامیه شما. به همین خاطر ایغ آنزایگه در حالت نومیناتیو شده گنیتیو ایغ آنزایگه من زنگ میزنم به خاطر آگهی یا اعلامیه شما. اینجا دوباره نوشتم که بعد از وگن گنیتیو میاد ولی دقت کنید که در لغتنامه گنیتیو درسته ولی خیلی از آلمانی ها از داتیو استفاده میکنن بعد از وگن. یک جور دیگه که شما میتونید مکالمتون رو باهاش شروع کنید اینطوری هستش Es geht folgendes Es geht folgendes جریان از این قراره. بعدش میتونید سوال کنید، درخواست اطلاعات کنید یا هر کاری که دارید رو بگید. وقتی که درباره چیزی اطلاعاتی لازم دارید میتونید از این ساختار استفاده کنید. Ich hätte gerne Informationen zu. Ich hätte gerne به معنی من میخواهم هستش. Informationen zu اطلاعاتی درباره من اطلاعاتی میخوام درباره حالا هر چیزی که شما دربارش اطلاع لازم داری رو بعدش میگید. من اینجا مثال زدم Ich hätte gerne Informationen zu Reisebeschränkungen und Grenzkontrollen. همینطور که میدونید در مواقع کرونا مهمه که شما درباره محدودیت‌های مسافرتی و همچنین کنترل‌های سرمرزی خبر داشته باشید. میتونم به یک جایی که حالا مربوط هستش به مسافرت و توریسم زنگ بزنم و سوالاتی رو در این باره بپرسم. Ich hätte gerne Informationen zu Reisebeschränkungen und Grenzkontrollen.
من اطلاعاتی میخوام درباره محدودیت‌های مسافرتی و کنترل‌های سرمرزی. اینجا هم باید دقت کنید که بعد از تو ما اینجا داتیو میاریم. تو Reise Beschränkungen. اینجا آخرش ان گرفته چون هم Reise Beschränkung و هم Grenzkontrolle اینجا جمع بسته شدن. به همین خاطر ما آخرش ان اضافه کردیم. ساختار بعدی هستش Ich interessiere mich für. خب حالا اینجا براتون چند تا معنی میگم از sich interessieren. یک معنی sich interessieren für به معنی علاقه داشتن به، علاقه‌مند بودن به، رغبت داشتن به هستش. دومی طالب، خواهان، خریدار چیزی بودن اینجا به معنی مشتری بودن هستش که شما طالب یا خواهان یا خریدار چیزی هستید. وقتی شما از این ساختار استفاده میکنید به این معنیه که شما خواهان، خواستار یا علاقمند به اون چیزی هستید که اون طرف شما داره ارائه میکنه. من اینجا یک مثال زدم. Ich interessiere mich für Ihre Wohnung und würde sie gerne besichtigen. این خیلی مثال خوبیه برای موقعی که شما دنبال خونه هستید. من خواهان همون آپارتمان شما هستم و خیلی میل دارم، علاقه دارم که اونجا رو ببینم. sich vergewissern به معنی مطمئن شدن، اطمینان، یقین حاصل کردن یا چک کردن هستش. خیلی مواقع هستش که یا صدا خوب نمیاد یا ما زبانمون خیلی خوب نیست و یا اینکه طرف خیلی تند حرف میزنه. در این مواقع ما باید چیزی رو که شنیدیم دوباره بپرسیم تا مطمئن بشیم. شما میتونید از این اصطلاحات استفاده کنید. Könnten Sie das bitte noch einmal wiederholen? Könnten Sie میتونید شما das اون رو bitte noch einmal لطفاً یک بار دیگه wiederholen تکرار کنید. ساختار دوم Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe. Ich bin nicht mir ganz sicher به این معنیه من خیلی مطمئن نیستم. Ob ich Sie richtig verstanden habe به این معنیه که آیا من شما رو درست فهمیدم. Sie meinen also منظور شما اینه که. دوستان عزیز اینها اصطلاحات و جملاتی بودن که شما میتونستید حین تلفن زدن ازشون استفاده کنید. این فقط بخش اولشه و یک بخش دوم هم داره که شما میتونید بعداً اون رو وقتی که پست کردم حتما نگاه کنید و اصطلاحات مربوط به تلفن زدن رو کامل یاد بگیرید. خیلی ممنون از اینکه تا اینجا با ما همراه بودید. امیدوارم که ویدیوهای من رو اگر خوشتون اومده لایک کنید، کامنت بذارید که چطور بود، انتقاد کنید، خوشحال میشم. خیلی ممنون و خداحافظ.